بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که همه میدانند روزه یکی از ارکان و ستون دین مبارک اسلام است. روزه فضیلت‌های بیشمار و زیاد دارد. مثلا در روایات آمده که بهشت 8 در دارد. یک در آن مخصوص روزه‌داران است، یعنی فقط روزه‌داران می توانند از آن در وارد جنت شوند. همچنان آمده وقتی ماه مبارک رمضان می آید دروازه های جهنم بسته شده و دروازه های جنت باز می شود و شیاطین در بند و زنجیر کشیده می شوند و امثال اینها فضیلت های بیشمار در باب روزه وجود دارد. بر علاوه فضایل و حصول خوشنودی و رضامندی خداوند جل جلاله، فواید زیاد صحی جسمانی و روحی هم دارد که برخی از اینها از این قرار است: در طول سال مسلمانان 11 ماه از نعمت خوردن و نوشیدن در روز بهره‌مند می شوند. بنابراین یک ماه یعنی 30 روز را خداوند جل جلاله به خاطر پاک ساختن روح و روان مسلمانان از هر گونه فساد و آلودگی، روزه گرفتن را بالای مسلمانان واجد شرایط یعنی عاقل، بالغ، مقیم و صحتمند را فرض نموده است. روزه گرفتن در 30 روز سیستم بدن انسان را ترمیم می کند و بعد از ماه روزه معده خوبتر و بهتر فعالیت می نماید و به سلامت مغز انسان تأثیر خوبی دارد و مدارهای عصبی را فعال می سازد و از بیماری های مختلف مغزی جلوگیری می کند. همچنان روزه گرفتن برای صحت و سلامتی قلب تأثیر بسزایی دارد و سکته قلبی را کاهش می دهد و یا کم می کند. چربی های اضافی و موزلی که به اثر غذاهای مصرف شده در بدن به وجود آمده را پاکسازی می نماید. دکتر کارلو امریکایی در مورد فواید روزه می گوید: روزه درمان درازمدت برای فشار خون زیاد، تصلب شرائین که تازه شروع شده، گرفتگی مجاری خون و لنف یعنی خلط، آسم قلب، آنژین قلبی، سرطان خون، امراض عصبی، اختلالات دستگاه متابولیزم یعنی چاقی، نقرس، التهاب، ورم مفاصل، روماتیسم، امراض کبد، ورم کیسه صفرا، امراض معده و روده، یبوست مزمن، ورم لوزه مزمن، زکامهای حلق و بینی، زکامهای نای و نایجه، ناراحتی های کلیه و مثانه، امراض زنان، تورم لگن خاصره، اختلالات قاییدگی، نازایی، یائسگی، اگزما یعنی نوع بیماری پوستی، دمل یعنی آبسه، امراض چشمی مثل آب سبز، سردرد مزمن، افسردگی، ضعف جنسی، هیجان شدید، وسواس، نوالژی یعنی درد سوزشی در یک طرف صورت، مخصوصا میگران یعنی سردردی که با استفراغ همراه است، صعب العلاج، سرطان قبل از آشکار شدن. همچنان دکتر کارلو می گوید روزه‌ای که دین مقدس اسلام فرض کرده بزرگترین ضامن سلامتی بدن است. پس پاک و منزه و دانای حکیم است ذاتی که روزه را فرض نموده تا بندگانش از آلودگی و ناپاکی جسمی و روحی پاک شده و در مسیر کمال و هدایت صحتمند باشند. در اخیر یک نکته مهم قابل ذکر است که روزه، نماز و غیره احکام دین را به نیت فرمانبرداری و خوشنودی خداوند جل جلاله انجام بدهیم. این طور شایسته و مفید است، چنانچه گفته اند 100 را بگیر 99 نزدت خواهد بود.